آره آره اگشتگی بابانه یک لقمه نون به من نمیاره با خدا ولی شیطان به من میگه بچه کارو بار از این یلدی برو برات کار برو گشتگی بابا من بله سلام علیکم لالا خوبه لالا شما یک دقیقه تشریف بیایی بیایی لالا به خدا مال شیطان میگم بچه به خدا از میگم برو برات کار برو اینا من اینجا بیاری تو یک لقمه نون به من نمیاری من گشتگی صبح کردم سلام علیکم. سلام علیکم. چطوری شما؟ خیریت بخیرین؟ بیایم من این بربر. همینجور خوبه. چیکار شده شما؟ گریه میکنین؟ برو من اینجا اصلا که نگاه کنید گریه میکنین شما. بله. من اینجا نگاه نصف شیر شده یک لقمه نون رو نمیارم. بیلا خو زنگ گوشی نداری؟ گوشی نداری و خونه خو زنگ کوتونون بیارم. نه خلیفی به من گارم بیاره یک لقمه نون نمیاره من چیکار بکنم نشده من اینجا شیر تا واسه شغال رام میدم سگ رام میدم. کی اینا اینجا پرته وی خلیفه دیشتادم نافهمه که ما قصه نون تو نیست. آره اول من میترسم که میشه تلخه شو. آره اول شکم و بدرد و لگشتگی. خیر باشه. سکو. خیر باشه خلیفه تو یا از یادی رفته. حتما یادی رفته یا نفهمیده خیر باشه. سکو ما امروز شما آواسونه چیز بوار کرده پخته کردیم پکوره. پکوره؟ ها. میرم به خونه است کم به تو میارم. خیر بینیم ولی خلیفه خود بفهم بگم من اینجا نگامون آخه نون بیا. خوبه. خیر. شما اینجا میشه کم گوش نتیم میکنم. ماما همین نونا شما بخورم من میگم بچه بیتانیه. نه دیگه تو نکن. صبح بیامد بخواد گپ بزن. کامل تشکر مولانا خیر بینیم خدا شما خیر بده. پله بیشتر بیاره یک معنی باشه که سر شو. خیر بینیم این مسلمان. تو سعی کو تو کی ये तो मैंने मुझे को पढ़ते हुए कदम उसे पे करना भी करना बाबा एक किस्ते है ये आगे मुंह मोरा किस्ते की मिट्टी टाउन है नमल 2007 पे मिशो पे दी टाउन में وای 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 نمی صبح بیاد تو که پیری میشو از میگه یا یالا میشو فهمیدی پیری میشو میرم ولات کار کو بیاورد مولانا انا ماما جام اینا بود اگر بیاوردم خیر بینیم مولانا خدا واسطه تشکر باشه اینا نمیگیرم تشکر باشه مولانا میگیرم دست فکر بار که کرده بودیم خیر بینیم مولانا تشکر بگیریم بخوری شما نوشی شما نون خوردم خیر بینیم بیلا اشته گوش نشده بود بخوریم سلام علیکم خدا قوت اشتنین خوبین خیریت بخیرین تلفاکسه که تا حالا خیلی بیچاره مش خوام کجا بگشته خلیفه سلام اشتنین خوبین بخیرین سلامتی اشتنین دیان داره قلبا گلک تاله خیلی گلک آه تاله خیلی بیچاره گر گلک بخی بخی دیگه حداقل کارش لیک جشتنی خوبین خیریت بخیری دیشب اگوش دیگه بوده بابا تو رو چرا نیته میکنی من به جای رفته بدم نتونستم آمده شم میمون من گشته بدم مست و بم برو ما به شما یک گپ خون به 2000 بشه میدی چوکو گیل لگی تگفو نازه شما اشته نگاو ساو گیلک جو ساو ما گپ بزنم گیلا بشی تو یک دقیقه دیونه ما تو کوسه که ما گپ بزنم بیچاره ما به پکر خیره باشه یا اون چیزی نیه گیلا خیره باشه گریه نکن شما اشته نگاو میزنین که به قصه نونی نمیشه کمش یک لقمه نون بریم نمیارین آخه ما گفتم می دکون ساعت کوچه هرچی می به خوب است توی بی عقل نافهم میگم من نمیرم ما گفتم شو ما کار دارم نمیتونم شاید نتونم آماده و جای میمون بودم گفتم شاید نتونم رسیده شما گفتم من میمونم با تو نون هم میارم
گیلا که حیات ما برفتی دیشب بعضی دیدم که اینجا صدا گریه است، بیچاره زار زار گریه میکنه. از این پنجره کلی خوبه که دیدم گیلک بیان پیش گفتم چه گریه میکنی؟ گفتم من گوشتگی بردم اما یک لقمه نون نمیارم. بیچاره زار زار گریه میکرد. آخر برفتم به خونه یک کم پکوره بیاردم بخور بیچاره. هم یک دیشب که من ندستیدم بیارم به تو با تو دل ما گشنه. خیر گله جون. دل ما خود گشنه که باشه دل ما میشه. چای خوردی سو؟ چی خوردم از دیشب خو. خیر مینی لالا که پکوره بیارده. ما باید پشت خواب آمدن گیلک. چی بیام کردی؟ من نمیرم. بشین اگه می کار هم از تو نگی لگ نگاونی تو. آخه من کیر بیارم اینجا به سر کار. من کار نمیکنم. گیلک جون رو بیا خیر باشه یک شبه. پکوره بیچاره رو بده. بابا پول پکوره آمدم من. یار دیشب آدم کم فکر بیعقل است باور کن لالا من یک دیشب نتونستم آمده سه کنی کارو باره به خاطر شکم خویله کبره. دیشب دل ما کباب شد بیچاره خیلی گریه میکرد. دارم از حداقل شما میگم نون بده بیارین. یک دیشب میفهم یک دیشب میتکم حیات مبارک و کار داشتم اگر نمی کی میگذارم کی گوش نو من گفتم من شب نون نمیارم من اینجا نگاون آخه یک پولی نون نمیارم. آخر ما حواسونه پکوره پخته کرده مدام یک پولی بیاردم بیچاره بخورد اگر بعد پوشخواب آمدم من اون پوشخواب من چه به کجا بکدا یعنی دیونه سرگی من خیر باشه اگر بیام یا اگر پیدا کردیم ما میام برای باشه ما میپلم دست رو میارم تک تک من معلوم نیست پوشخواب خیر باشه فعلا خیر باشه برای خدا فشار خدا فشار خیلی خوبه بابا خدا کمک از این نونکا کلاغم قرار بکنم ببریم میشه که خوب سبزی و چهت پخته کنم واه سکو خدا قربانی دم دروازم شو آی جان محبوب صدا تو میشنوم استادم شو ای جان محبوب ای صدا تو میشنوم از دور و نزدیک مسال قمچه گل تازه میشون ای سر دست تو را با دست بگیرم سلام علیکم بابا علیکم مونده نباشی بابا با گیلک شکار زد بابا گلی جو بله. بیا بشی کمک از سبزی بچینه مونده شدم بابا چه در رو از تو اینجا من بیامدم بابا گیلک با پس بیامد دو پا دیگه درسته چی خاطر آمدو گیلا؟ تو نگفته که چی خاطر آمدو؟ چی خاطر مسته بابا بیایه با کجا گیلک برای 4 روز دوام که اینجا با بار دیومی باشه بابا و هر جا گیلک کرده نکردیم همین تا 4 روز کار که پس سر کار مرتکه یا بدر کرد یا جنجال کرد یا بخور یا گم شده پیشی بمی خاطری مرتکه یا بدر کرد یا خودی به جستی آمد به چه خاطر ماست بیایه آنه بابا ایته گیلک بیامد بابا به سرا گفت تو آخه تو که به سهرمون ساختمان نگهمون تو ریستارت کردیم آخه تو با 4 روز نمیشه به سهرمی کار رفتی با بیا مدی شب به اونجا که به من نودم ما تا صبح گوش نمیدو من کاری دیلا کرده آخه گفتم مرگ مفاجات رو بگیرم این که کار خوبه کار راحتی کار اشیدی روزا خیلی بیدی شوا بیدار بیدی ادی کار بیدار چی سوار 4 وردن خرج تو نون و او تو همه تیار کرده نون و او تو تیار کرده تو بخیسی با بیامدی تو می چه کار کنی هنی بارخوری رفتی بیای بابام بیکار فلان هیچ کاری نداره تو هم بیامدی این دیگه چه کار میشه دیگه آخر عاقبت ما چه کار میشه نه بابا لگه دیگه برو مردی شای نون نداده به من نون نداده به گوش نمیده یعنی کار یله کرده دیگه آه بابا یله کرده این دیگه پس ما کجا ببریم دیگه نمیفهم بابا کار کنیم که اقلا 4 روزی کار کنه ای بابا به هر جا میتنه به چند جا طول شمایی ببردیم بابا اصلا این نمیگی که این بشریه این یک انسانیه بابا
فهم هر جا میره خودی مرتکه نمیسازه 4 روز نمیسته جنجال میکنه پس کار بار یلا میدون میخدی میای به خونه میشینی حالا به خونه بود بابا ما شما میرم خودی گپ میزنیم گپ چی داره بابا چی باید بگی میگه من نمیرم به قول میگه نمیرم میگه گردنم بله که قدم برو میگوش نیو آخوا که تو بخوری تو سال و 12 غم همی شکم کتی خوردی مرگم را فاجعه به این شکم تو بره کجی جان بله بابا من او بیکار میگذارم انال میرم در سرای گل خدا کن سرا خوب باشه خب فقط رو دست میدم که سو وقت بیای ور داره ببره میدان بار نماشون تری کم ور داره بیاره به خونه بفهمیدی هیچ گل کس که تر فروشی داره دل بانجون بنجرومی سوزی ته چیزا یعنی گله که میکنی خودیو برای کارتا میدون بارو بکنه ها بابا اون بیکار میگذارم که بخونه بیا بشینه نه بابا قراری کرده میفهمی من خود چه که گل بم تعمین میدون بار چند وقته کاسب کار سچرخ داره شاگرد داره قراری کرده امی بانجونی بنجریمی دگه سوزی اینا رو میخره و تا بازار میفروشه گله کرم ری کنی قرار کرده خودی همینجا کارتا میدون باره و بازار خودی برای اینا رو بفروشه وقت دو 3 ساعتی 2 ساعت 3 ساعتی بری بره بابا خوبی دگه و هرچیه نمایشون که هرچی به میدون بار میارن تا شما هرچی بفریشم نفریشم همونایی که میمونه مثل بانجونی بنجریمی قراری کرده اید گل به سر شاگرداخ تقسیم میکنه میگه اینا رو اول دانی ببریم به خونه خود شما استفاده کنید ولی چی بیتر میگم بابا تو سکو بله. او جمی سوزی رانه تاپتم هست اینا رو برده بوره به سرا بکنم میرم در سرای گل بریم بابا بریم گبه بدین گیشتان گیلگ از تو استاگونای ادمه اون میدون به دست تو کارفهم و کارکنی میتونی بفهمیدون دیگه کشتی کار میکنی بریم بابا از گوشی تیر کنی که گیلگ میبینی به هر جا میره 4 روز کار نمیکنی مونده شده میشته سوزی ها پیرم خیلی چینده سوزی کی ماه بخوره یانه بابا جور باشه کدیر خوب اشتنی لالو جیرالله خوشحالی خیریته شکر فضل خدا دم غنی بخ راستی کجا یمی گیلاگ رفیق ما چند وقت میشه معلوم نیه خیریت باشه کارت چیزی داشتی خیریت همین جی بودک با تعمیدی خوب ساعت ما تیر بودک گاهی وقتا مسخره هم میکردیم بمجگاه خوندن هم ما میکرد گاهی وقتا یعنی شما گیله که ما سین که بیای خودی شما سر پیچه بشینه جفنگ بگه ها عجی که لالا نیرولا بشینین دوستا شو خودی گیله برار مبشینین سر کوچه جفنگ بگیم بریم برای کار غریبی برای یک روزگاری برای آیندخ بگردی این سر کوچه نشینی به شما و گیله برار مکاری نداره همون که به می روز انداخته شما رفقان نه های بگذاریم یک کنو عجو چی ما این کوکا به سر کار بار خونه از دست شما اون کار بزده یله کرده و کسته بیامده اون پیار ما ببر سر ساختمان همونجا نگهون کرد قرار کرده همونجا معاش عدلی هم میدادن بعد بار بخسته بیامده میگم چرا گیلک بیامدی این چی به من دیشه نورده من تا صبح گوشته بیدو من کاری یله کردم و خستم بیامده کجیر جان او وقت کار از اون نیه کالی برای کار کنی و بعد حالا به خوب بگرده میته تو با پیار تو زنده باشی و نه باید کار کنه یعنی من تا وقت پیار ما زنده باشم کار نمیکنم برای خوب بگردم بیخی کمال میکنین کار نمیکنین پیار شما بره زحمت کشه بیاره به شکم شما کنه شما رو میسین نشده پیار شما یه بعد یوان استراحت کنه شما برین کار کنه اون میره کار میکنه شما میخونی ای لولو نیرو لعجی کارا کرده برو کمر خوب استکو بشی چای پیک درآمده بگو پیار مشت پیرمرد خوب خونه بشونم بگو بابا هر وقت نماز خوب بخون فقط کما دعا کو عزم بیتره گیلا کجا هست گیلا گونه به سرای بابا من میبره به سر کار سرای من میرم سرای شما میرم پیشی و کار نه اجازه ندارین دگه خودی رفیق من خب میرم از خبر میگیرم خدا به پیار خو میگم که شما به دست را سیل نت کنن اختیار خداری نه ردی لگ بران میله نکنی گیلا کردن بیجانشین کردیم شما رفیقان رو حل کردیم اگه امروز هم سرای شما نه حتمی با یک روزی با تا کوچک میبینم اما این بیتر ما کاش میرفتیم یک دیدار نمیکردم خوب بود چی ماشی مجو که دیدن کنی خیره کجیر غمی نداره خب الهی شکر که شما با سر کار رای کردیم من خود را دل میکنم باشه برای کار کنه غمی نداره خدا کن که یک گل هم سرا باشه یه روز میدون بار انا خوک و سرا سلام
علیکم. سلام الله گلشن. تیار جان جان. خیر تیار. خوب هستی؟ شکر زنده باشی. سلامت باشین. خیریت بود ماما. میگم چه کار میکنی؟ مصروف کارم ماما دیگه خودی هم سچر خواه و بالاخره تا میدون باری بر. چرا خیریته؟ میگم اگه می گیلک بچه‌م درد شما نمیخوره. گیلک؟ سر کارا خدا خوب بره. به خدا ماما. حالا که شاگرد دارم، یک سه چهار تا شاگرد داریم. چرا بیکاره؟ بیکاره. یه لکت نگاهونی. نگاهون بود یه لکت نگاهونی. ما که به خدا شاگرد سه چهار تا دارم. هر کدوم بالاخره خودی هم یک سه چهار هستم. دیگه اگه بچه شما گیلک بتونه کار کنه بیایه دائمی بیایه که ما نال حداقل 5 ماه طول میکشه تا این سر را کار ما یاد گیره. اتناشه که بیایه با 10 روز 5 روز باشه باز راهو بگیره همین مثل این جایی که میگن کار میکرده بره بونگیری کنه. به خاطر که من کار یاد میدم بریو زحمت میکشم روز اول میگم به پهلو از این یک شاگرد کاسب خو استاد کنم که تا این سر را کار یاد گیره. همونجا که نگهان بود مرتکه گوشنی بود لالو خرج نمیداد شیو عدل خرج نمیداد چاشت خرج نمیداد پول عدل نمیداد آخرا یه لکه گو بودگان نمیرون سر دی کار به دردم نمیخوره. حالا بیا اونم پیش شما دیگه اگه به درد شما میخوره که رای کن پیش شما رای کن. خب مشکل نداره ما بیاریم او رو از سر سبا بیاریم. ما یک هفته 10 روز یور خود خود میبرم. فهمیدیم خرج یور میدم مشکل نداره. اگه کاری سعی کنم اگه بتونه کار کنه با برای بالاخره حقوقم خدا واسه هر چه که میته اندازه کاری بالاخره برای معاش هم میدون گپ نیه. از هم سبا سو وقت بگیم بیا یا در خونه بیا اگه به میدون بار میای یا میته بیای به میدون بار خودی یک شاگردا رو رستاد کنم که چند روز تا سر سر کار یاد گیره. خوبه گپ بیا اینکه بریم به خونه. یورو تیار باشی. خیر بینی. بخیر باشی. من صبر رای کنه یا سو وقت باز اگه در سرا میامد میدون بار میامد بابا من خبر در سرا رای میکنم. خوب بخیر باشی. خدا حافظ.